سلام علیکم. من ابو طالب هستم، یعنی عموی محمد ابن عبدالله، همون محمد رسول الله، یعنی پدر علی امام اول شیعیان. من همان کسی هستم که تا آخر عمرم به این بچه ایمان نیاوردم، چون خودم بزرگ شرده بودم. خودم میدونستم چه جونوریه، چه مارمولکیه. دیگه سر من که نمیتونست کلاه بذاره که. حضور شما عرض بکنم که این بچه از همون ابتدا خیلی شهوتران بود. به 4-5 تا گوسفند و بز و شتر داده بودم دستش، گفتم ببر اینا رو صحرا بچرون. این مردمی که از اونجا رد می شدن می اومدن هی به من میگفتن ابو طالب این پسر خوندت و برادر زادت و نصیحت بکن، این روی این گوسفندا سوار میشه، این بچه چشه، یا براش زن بگیر ببین دردش چی آخه. شتر و گوسفند و بز و هیچی رو هم نمیکنه که. من رفتم بهش گفتم که آخه پسر آبرو حیثیت من رو نبر، من برای خودم ارج و بر میدارم توی قریش. میگفت من زن میخوام، زود باش برای من زن بگیر. خیلی آتیشش تون بود. نمیدونم این بچه چقدر حشری بود. خلاصه من دیدم این آدم به شو نیست، گوششو کشیدم، گفتم بچه بیا برو با این خدیجه، یک سرمایه‌دار، یک تاجر است. اون موقع دوستان توی شبه جزیره عربستان زنان ارز و قربی داشتن، برای خودشون تجارت میکردن. همین خدیجه شوهر خودش رو طلاق داده بود، یعنی اون زمان زنان میتونستن شوهران خودشون رو اگر راضی نبودن طلاق بدن. آره جانم. بعد این قبول نمیکرد با این بچه های حلف الفضول. یه سری جوانانی بودن پیمان بسته بودن، تو تشت خون شتر دستاشون گذاشته بودن، راهزنی میکردن. یک مش الوات بودن، با اینا برخورده بود، آبرو حیثیت برای من نذاشته بود، راهزنی میکردن. کاروان ها و اینها میومدن، سر کاروان ها به من شکایت میکردن که بابا جلوی این برادر زادتو بگیر، پدر ما رو در آورد، این چی کار داره میکنه، همش یا در حال سکس کردن با این جونورا و اینها، یا این که حمله میکنه به کاروانا. من گوششو کشیدم، گفتم بچه بیا برو با این، بردمش پیش این خدیجه، گفتم بیا با اینجا کارگری این رو بکن، آدم شو، صاحب زندگی شو، آبرو حیثیت برای من نذاشتی. خلاصه به این خدیجه گفتم که خدیجه جان این رو بذار نوکری تو بکنه تو این کاروان، شطور تو نگه داره، نمیدونم چوب بزنه در چون شطورت شما که دارید میرید سفر، بذار اینو دست و بالشو بگیریم بچه آدم بشه. خدیجه هم خب خودش یه بیوه زن بود، نمیدونم اونم از این حشری تر بود. خلاصه هنوز یه سفر که با هم رفتن، سرتیر خاطرخواه این پسر حشری شد و اومد گفت آقا ما اصلا طالب این پسرت شدیم، ما این پسر خوندتو میخوایم. خلاصه به باهاش ازدواج کرد. نمیدونم این مردک چی کار میکردن با هم دیگه. خلاصه یه نفرم با اینا برخورده بود به نام ورقت ابن نوفل، اینم نمیدونم یهودی بود مسیحی بود. خلاصه از اون اورشلیم خیلی چیزا حالیش بود، با اینا برخورده بود. از طرفی هم یه یارو پیدا شده بود اینجا، یه یارو از این بود، این پرسیا میگفتن اون موقع، الفارسی بود، اومده بود اینجا میگفتش که من نمیدونم قبلا شاهزاده بودم، میخوام انتقام بگیرم. تو مملکت ما زنان خوشگلی هست، آب و هوای قشنگی هست، اونجا یه بهشتی واسه خود شما ها اینجا همینجوری کلتون رو کردید تو این شنها مارمولک میخورید، بیایید ببینید اون بر چه خبره، بهتون یه چیزایی یاد میدم که اونجا رو سپاهش رو بتونید شکست بدید. نمیدونم چیکار میکردن با هم، هی موس میکردن تو این خونه جمع میشدن، این سلمان و نمیدونم خدیجه و برقت ابن نوفل و کیک و کیک. دیدم برای خودش یه دین آورده و رفته تو غار و میگه من نمیدونم کف کردم، قیش کردم، ملکه دیدم، نمیدونم چی دیدم. من گفتم بچه برای من فیلم بازی نکن، من تو رو بزرگت کردم، من خودم یه پا زغال فروشم، من ناسلامتی اینجا برای خودم ارزش دارم، چرت و پرتا دیگه تحویل ما میدی. واسه خود ما هم دیگه دم در آورده بود. آخر کاریا
این بچه خیلی حشری بود. ضمناً تا خدیجه سرشو گذاشت مرد، سرتیر پرید دنبال زنا را افتاد، چون از خدیجه حساب می‌برد. خدیجه خلاصه نونشو میداد، سرمایه‌شو میداد، در واقع تخم این رو نداشت که بگه که من زن میخوام. همونجا خدیجه پدرشو در می آورد. همین که خدیجه مرد پرید رفت سوده رو گرفت. نمیدونم دیگه حتی به این عایشه دختر ابوبکر هم رحم نکرد. این 7 سالش بود، میگفت من از این دختر خوشم اومده. ابوبکر میگفت که آخه پیرمرد تو 50 سالته، 53 سالته، چی میخوای از جون این دختر بچه؟ میگفت این دختر تو سفید پوست سفیدی داره، موهای قرمزی داره، من از این خوشم میاد. توی عرب همه عربا سبزن، من از این چشم اینو گرفته، باید اینو به من بدی. ابوبکر هم خب میگفت این پیامبره و فلانه و به هر حال حرفشو قبول میکرد. از طرفی هم خب خودش هم دوست داشت نزدیک بشه بهش. همونطور که دیدیم سر وقتی محمد مرد دوباره همین ابوبکر و اینا افتادن دعوا سر این حکومت و این بند و بساطا. خلاصه همش قدرت بازی بود دیگه، چیکارش بکنیم. این دخترشو داد به این، 7 سالش بود، ولی در گوشش گفت آقا جون هر کی رو که دوست داری حداقل بذار یه چند سال بگذره، یه ذره استخون بتره کنه، اینجوری بهش چیز نکن. محمدم گفت من به تو قول شرف میدم تا 9 سالگی فقط بدم بازی بکنه باش و در واقع کاری باهاش ندارم. بعد 9 سالگی باهاش زفاف گرفت، جشن گرفت، نمیدونم چیکار کرد. دخترم بهش رحم نکرد. خیلی 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 واقعا این برادرزاده ما یک بچه حشری، زنواره، بچه باز، چه میدونم همش راهزن و قاتل و از اینا بود. آبرو حیثیت برای من نذاشت. خلاصه کاری نداریم. این آخر عمری توی بستر من دیگه داشتم میمردم، اومده بود هی چشمک میزد، بشکوم میگرفت، میگفت جون من عمو جان یه تیکه آخر قبل از اینکه بمیری یه لا اله الا الله بگو، من لازم دارم این حرف تو رو. آخه روی تو حساب میکنم، فردا مردم حرف در میارن، پشت سر ما صفحه میذارن، میگن که این که خودش محمد بزرگ کرده بود، جای پدرش بود، چرا این ایمان نیاورد؟ خلاصه کاری نداریم. نه تنها من بلکه عموهای دیگه‌ش هم رفته بود پیش اون عموش ابوجهل، میگفتش که من رفتم معراج، نمیدونم 7 آسمون با شتر رفتم بالا، شیر برنج خوردم، نمیدونم با الله و اینا. اون ابوجهل هم واقعا آدم تیزی بود. این لقب ابوجهل رو خود محمد از لجش بهش داده بود. به اون میگفتن ابو حکیم، مرد دانایی بود، عموی خود محمد بود. خلاصه بهش گفت تو همین الان جلوی چشم من یه نیم متر برو بالا رو هوا وایسا تا من قبول بکنم تو 7 آسمون رفتی بالا. خلاصه جواب دندان شکنی به این میداد. همیشه به اصطلاح برجکشو میزد، پوزشو میزد. کاری نداریم. این آخر عمری هم به من پیله کرده بود بگو لا اله الا الله. بشکوم میگرفت، میگفت قبل اینکه بمیری حتما اینو بگو. منم توف انداختم تو صورتش، گفتم بمیرم هم نمیگم. توف به اون شرفت، زنباره، بچه باز، قاتل جانی. گفتم شاشیدم تو اون اللهی که تو درست کردی. من با همین اعتقاد خودم میمیرم و اون ننگ تو رو به خودم نمیخرم. آره دوستان، این داستانی که من از زندگی خودم براتون نقل کردم. من با شرافت مردم و ننگ این اسلامش رو نپذیرفتم. برای من داستان درست کرده. اسم باباش، داداش خودم اسمش عبدالله بود. ما اینجا یه بوتی داشتیم تو همین کعبه اسمش الله بود. این بوت نرمون بود. 4 تا بوت به اصطلاح ماده هم داشتیم، اینو زنای این الله بودن. باباش تر خوش میگرد اسم خود به اصطلاح طالب این بوت بود. مردم بهش میگفتن عبد الله، یعنی از این الله خیلی به اصطلاح ارادت داشت به این بوت. رو این حساب بهش میگفتن عبدالله. اون موقع اسما رو اینجوری میذاشتن. امیدوارم که این قرآن کثیف این برادرزاده من رو بخونید و ببینید که در واقع چه چیزهایی نوشته. ننگ همه قبایل قریش و خلق عربستان اون زمان بر این محمد برادرزاده من باد که پدر ما رو در آورد، آبرو حیثیت برای ما نذاشت، به همه جا حمله کرد و زنان همه رو به اسارت گرفت. همش دنبال زن بود. هرچی زنای اصیل رو برای خودش سیغه میکرد، کنیز خودش میکرد، به کنیزش هم رحم نمیکرد. این ماریه هم پرید روش. عایشه شاکی شده بود، خودش میگفت من بابا سوگلی تو هم تو دوباره به این کنیزم گیر دادی، چی میخوای از جون این زنا تو؟ چقدر آخه حشری؟ آخه اینقدر مگه آدم چیز میشه؟ خب
من دیگه باید برم تو قبرم بخوابم.